خشونت‌هایی که میان نمایندگان قوم‌های ازبک و قرقیز در ماه ایون سال 2010 سر زد، غیر چشم داشت و بیرحمانه بود. صدها نفر جان داد. آن زمان این مرد ازبک در صحبت با رادیوی آزادی دیده‌هایش را نقل کرده بود. Они стреляли и резали. Вот здесь сзади. آنجا پیرانسالان، جوانان، معیوبان بودند. حملگران تیراندازی می‌کردند و می‌کشتند. در اینجا 4 جسد خواب بود. 3 پسر جوان و 1 زن پیر. خشونت در دومین شهر عظیمترین و سرجمعیت و بسیار ملت قرقیزستان، شهر اوش سر زد. طبق گزارش ها، نزاع از جنجال در یک قمارخانه محلی شروع شد. خشونت ها به زودی به جلال آباد، بازار قرغان و دیگر شهر و مناطق جنوب پهن گردید. چند هزار خانه و بینا پره خراب شد. اینجا خانه های سوخته ازبک‌ها، انا آنجا یک خانه قرقیز. نگاه کنید، با آن هیچ چیز نشده است، حتی تیریزه هایش نشکسته است. در اوج حمله های خشونتبار خانه های قرقیز ها هم آسیب دید، ولی اکثر حمله ها بالای خانه های ازبک های محلی بودند. نقش نیروهای امنیتی بحث برانگیز است. گزارش های نشر شد که مردان نظامی پوش سوار زره پوش ها به محله های ازبک نشین وارد شدند. مقامات ادعا کردند که لباس های نظامی و ماشین ها دزدیده شدند. آن زمان این مرد ازبک صحنه خشونت ها را چنین تصویر کرد. وقتی زره پوشا به اینجا آمدند، همه گریخت و آنها دروازه ها را با همین زره پوشا شکسته به تیراندازی سر کرده آتش کشادند. یک تحقیقات بین المللی میگوید در این خشونت ها 470 نفر کشته شد. تخمینا 3/4 آنها ازبک ها بودند و باقی مانده ها قرقیز. ارنست نورماتوف خبرنگار رادیوی آزادی در زمان حادثه های اوش در این شهر زندگی میکرد. خانه ها دود میکرد، ماشین ها را آتش میزدند. من شهری را که در آن زندگی کردم نشناختم. در کوچه ها بسیاری ها با کلتک های آهنی و نقاب میگشتند. دیدن اینکه نفرانی که دیروز دوست و برادر خونی بودند و در آن واحد به دشمن تبدیل شدند بسیار دردناک بود. جاناربек اوقоев سابق خبرنگار رادیوی آزادی و حالا عضو پارلمان قرقیزستان است. او هم شاهدی بی‌نظمی ها بود. ما گروه جوانهای بسیار با غضب را دیدیم که سلاح‌های نظامیان را به دست گرفته آماده بودند هر کس و هر چیز را کشته و نابود کنند. در یک روز شهر به میدان جنگ تبدیل شد و آتش علنگه زد. دود آتش و جسدهای خونالود به چشم می رسید. خبرنگار رادیوی آزادی بروس پنیر که چند روز بعد حادثه ها به این شهر رسید، درباره خشونت ها در این شهر گزارش ها نوشته است. چندین حادثه رخ داد که درباره‌شان به من مردم نقل کردند. ازدحام مردم اول در راه کسی را تعقیب کرده، بعداً آنها را به زمین پخش کرده، از بالایش بنزین ریخته آتش زده است. از ترس جان خود صدها هزار ازبک رو به فرار آوردند. بسیارشان در قرارگاه‌های مهاجران در خط مرز با ازبکستان جای گرفتند. در خشونت‌های سرزده کی گناهکار بود؟ این سوال همانا بی پاسخ میماند. حادثه ها چند هفته بعد آن سر زد که پرزیدنت قرقیزستان قورمانبک باقیف در پی اعتراض‌های مردمی از قدرت برکنار شد و در کشور خلای قدرت ایجاد شده بود. برخی نیروهای وفادار به باقیف را در تحریک خشونت‌ها و بی‌ثبات کردن کار حکومت نو گناهکار کردند، ولی این چیز اثبات نشد. همین چیز معلوم است که روابط ساکنان ازبک و قرقیز تا هنوز پرتنش باقی میماند.